بله آخر هفته شد و این سه تفنگدار رفتن به دیدن یکی دیگه از شهرهای هلند، رورموند. رور اسم رودخونه شهر و موند به معنی دهانه، نماد لب و به خاطر همین زیاد اینجا میبینیم. اینجا یک کلیسای خیلی معروف داره که تو آیلایت استوریا مفصل دربارش گفتم. وقتی ما رفتیم مراسم نیایششون بود و من اولین باری بود که این مراسم رو میدیدم. رورموند و آوتلتش، بازدید از آوتلت و داچفار با سیب زمینی سرخ کرده شروع کردیم. من یه ولاگ کامل از اینکه آوتلت کجاست و چیه و چه خبره تو کانال یوتیوبم دارم، همین الان میتونید برید ببینید. ظهر شد و وقت نهار یه رستوران عربی رفتیم که شیرینی فارغ التحصیلی جناب حسن بود. بازم از همین تریبون بهشون تبریک میگم و ادامه روز رو هم کنار رودخونه گذروندیم و چیل کردیم. ممنون که نگاه کردید. تا ولاگ بعدی، فعلا خدافظ.